میریم از پل سوخته دیدن میکنیم. ویدیو جالب است، قصه ها داریم دیگه. همراه ما باشیم که بریم دوستان عزیز ویدیو را ببینیم. این کله پاچه دوستان عزیز، کله و پاچه ایجام است. اینه ببینین، کله پاچه دل دیگه مو قلب از دوستان عزیز. مردم ما دل میگن چه طرف میوه است. ترکاری سابق محل تجمع افراد معتاد و به اصطلاح عامیانه افغانی و پودری ها بود که خوشبختانه توسط امارت اسلامی افغانستان جمع آوری شدند. چاردی که میگن دوستان عزیز نمیده، این بخش کابل چاردی است. ما مطمئن هستم بیسری است نوجوانای ما نمیفهمن که چاردی کابل کجاست، به خاطر که قدر در این مناطق سرکار ندارن. سلام خدمت تمام شما عزیزان، انشاءالله که خوب و صحتمند باشین. دوستان نهایت گرامی آمدیم به طرف کوته سنگی. از کوته سنگی گذاشتیم گلوی دواخانه و حالا میریم از گلوی دواخانه طرف کجا دوستان عزیز؟ طرف پل سوخته شهر کابل دیگه. همراه ما باشین دوستان عزیز، در ویدیو میریم از پل سوخته دیدن میکنیم. ویدیو جالب است، قصه ها داریم دیگه. همراه ما باشین که بریم دوستان عزیز ویدیو را ببینیم. خب دوستان عزیز، اول از اینکه دارم تو سلو بریم یا بریم بیرون، از اون طرف بریم نمیریم، از اون طرف سرک میریم که باز اگه دور بزنیم بیاییم از این طرف دور بزنیم. البرت ساین مرکز ساخت تابلوهای برجسته و تابلوهای برقی. خوب دوستان عزیز، قلعه واحد سرک 8. موتر نزنیم، وی کاسر هم بسیار تیز میآید. موتر سکل هم که بره باز ما میگذاریم. خوب دوستان عزیز، طرف قصابی ها زیادتر نه مرغ است، مرغ فروشی است دوستان عزیز و قصابیشان باز گوشهشان داخل است، بیرون فقط مرغ کشال کردن. این طرف هم دوستان عزیز خورده فروشی هست، مواد تعمیراتی و اونو هم دوستان عزیز پل سوخته که به همکاری کشور دوست ترکیه ساخته شده و بیرقش هم موجه زده شده. خودتان دیگه میشنوین دوستان عزیز، در رد به گفتن من نیست. رستورانت است، همه چیز از دیگه. بفرمایید قابلی داریم، لرگیا داریم، آبیا داریم، خورما داریم، آبیا داریم. این کله پاچه دوستان عزیز، کله و پاچه ایجام است. اینه ببینین، کله پاچه دل دیگه مو قلب از دوستان عزیز. مردم ما دل میگن چه طرف میوه است. ترکاری مثل کجا برتن بگیم شاید شمشیره دوستان عزیز، سر پلش اینم یک حالت است، میوه فروشی است. یک فرقی که داره اوجا خورد است یک ذره و اینجا بزرگ است یک ذره. یک منظورم از سرکش است. اوجا کس یک قسم متراکم هستن، بغل و بغل استاد هستن، اینجا یک ذره دور استاد هستن. این هم پل سوخته دوستان عزیز گذاشتیم، میریم داخلش هم براتون نشان میتم. اول بریم اون طرف چهارراهی را یک دور بزنیم دوستان عزیز، سرک جاده شهید مزاری را هم ببینیم، باز دوباره میاییم.
مرکز تجارتی رجبی زاده. این طرف دوستان عزیز زیادتر همین کوته سنگی، گلوی دواخانه و طرف های دشت برچی مردم قوم هزاری ما زندگی میکنن. مردمان تاجیک بسیار کم هستن یا قدر زیاد نیستن. اینی سرک دوستان عزیز میره به طرف دشت برچی که جاده شهید مزاری میشه دیگه. به یک حساب طرف دشت برچی است. این جاده شهید مزاری است. از اینجا او بغل دیگه دوستان عزیز جاده شهید مزاری میشه. اینی هم کابل چهاردهی بود از دوستان عزیز. چهاردهی که میگن دوستان عزیز نمیجه. این بخش کابل چهاردهی است. ما مطمئن هستم بسیاری از نوجوانای ما نمیفهمن که چهاردهی کابل کجاست. به خاطر که قدر در این مناطق سرکار ندارن. شهر او طرف است دیگه، چیزا او طرف است دیگه. چی کنم اینجا دیگه. خوب از دوستان عزیز با این ویدیوی ما کم کم اینه اگه کابل ندیده بودین، آشنا هم نشدین، آشنا میشین و میبینین و لذت میبرین. گلکاری ها رو ببینین دوستان عزیز. پلوانک ها هم جور کردین. ما هم دیگه دیم سر یک پلوانک شما تو پیر میشیم اون طرف سرک. میرین دوستان عزیز طرف پل سوخته دوباره. فقط یک جایی که موتر نزنیم و که اینجا موتر یک جایی تیز میین باید متوجه باشیم. خب دوستان عزیز اینی هم پل سوخته و چهاردهی یا چهاردهی وات. اینجا دوستان عزیز استودیوهای عکاسی است. فیصل هاشمی کارتوقراطی است. عکاسی استودیوی سید مختار، کاوش و همه چیزا. طرف دوباره دوستان عزیز پل سوخته که این دفعه میریم از داخل پل سوخته هم دیدن میکنیم. شفاخانه فردوس هم اینجا دوستان عزیز. این طرف اینی دوستان عزیز دریاست دیگه. اینی هم پل سوخته شهر کابل که سابق محل تجمع افراد معتاد و به اصطلاح عامیانه افغانی و پودری ها بود که خوشبختانه توسط امارت اسلامی افغانستان جمع آوری شدند و چقدر بوی از دوستان عزیز. دوستان عزیز جمع آوری شدند دوستان عزیز و تداوی شد بسیاریشان و کسایی که هنوز هم تداوی نشدن در کمپ هستن و تداویشون جریان داره دیگه. میرن نمیفهمم افراد معتاد بودن دیگه، زندگی میکردن با جای پاک و چاتل. مگه فرق داره؟ هیچ فرق نداره دیگه. آفرینشان در زمستان دوستان عزیز بسیاریشان یخ میزد و از خنک میمردن. تابستان وضعیتشان از او بدتر بود. مردم از دستشان روز نداشت، دوزی میکردن، لینای برق میبردن، هر چی که دگیرشان میامد میبردن تا او را بفروشن و حداقل چی کنن، اما پیسه مواد مخدر خود پیدا کنن. دکی بسیار مشکلات رو بار آورده بود به جامعه. افراد معتاد خودشان دوستان از یک مشکل هستن به جامعه دیگه. این کار بسیار خوب شد که اینا جمع آوری شدن و جمع شدن و رفتن. شرکت سیاحتی و زیارتی سلام یا حسین. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون به الله متعال می سپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتان. مادر شده هم بیار با